غم خورده که ما را جو دبریم هر مورد پناه کنه برای افغانستان ده پناه کنه گنه یا برای روسیه ده نشود خیلی میره گولکامون همش در روسیه کار کرده مگر هم بریم مخی دیگه چو میکنیم این گولکی ما نمخره من 5 تا کلین دارم 10 تا فرزندم یه تشتای خاک شده 10 تا فرزندم تنها در 5 بچم در روسیه کار کرده در تاجیکستان کار کرده نمیشود آخه چیکار کنیم؟ من 5 فرزند دارم، پسری اسم دارم، من کجا میرم؟ 11 ساله من زندگی دارم. شما در تحقیقی خانه ساخته نیامدید بگید غیر قانونی افغان خانه ساختید. مایلش در 2004 اعتراف حلنامه سیدی در دست دادم سینمی حلنامه ایت حقوق نداره یک طرف بسیار به خانه خزانه. چی که حلنامه سیدی مرا گفته این بیکار کرده برای چی حق داره؟ جوری التماس باز یک بار دیگه التماس که مثال دلی ما را فهمن درد دلی ما را فهمن شکایت میکنیم شما را سود میکنی 15 سوت دیگر نمیترسم حاضر ما برو آمدم چی من ارکبیز 60 تومان میسپاری نسپاری 15 سوت همین جانی ما در کاره مرحمت من 60 تومان داشته باشم کودک قدی در پرزیدنت میبیام من کار نمیکنم زوری من مثال در دانشگاه ها نمیرسه که من بخوانم دوام بدم خواندن من بفهمین ما دیگر راه نداریم جا نداریم التماس ما را بفهمین خیلی مایلی نمی حلنامه من را بیکار کردیم من شیرین بخم و غیر قانونی و جناب عالی عوضی عموم کرد های مسلمان ها های مردم من شما را عوض کردم غیر قانونی را برای چی که بگفته های جناب عالی نمیتونن خیلی شما هم یک آرزوهای نیک داریم که همه خبرهای ما را برسانین به تمام جمهوریت برسانین که همه درد دل ما را بشنون ما را یک جا کنن دستی بوده خواجگی ای خواهر جان نمی یک حدیث را نمیگیرم ای برای ما را به توافق خانامون را نفت یک تانگی ما بکن نشته نکرد چوی میکرده خوب میشه